ناصر مدنی از شهر عراد در اسرائیل، یکی از شهرهایی که بهش حمله موشکی شد. ناصر، دیشب اون که چه اتفاقی افتاد؟ یکی از سخت‌ترین شب‌ها ظاهرا برای اسرائیل. همینطور پرهام، بنیامین نتانیاهو هم دقیقاً همین توصیف رو داشت. گفت اسرائیل برای جنگ، برای آیندهش شب بسیار سختی رو پشت سر گذروند. دست کم 2 موشک بالستیک ایرانی تونستن از سیستم دفاع هوایی، پدافند هوایی اسرائیل رد بشن. یکی اینجا پشت سر من، همونجایی که احتمالاً میتونید ببینید، هم ساختمان‌های خراب، هم اتوبوسی که تخریب شده قرار دارن. یکی اینجا فرود اومد. تقریباً کل این خیابون رو خونه‌هاش رو دیگه غیر قابل سکونت کرده و یکی دیگر در شهر دیمونا که اون هم در نزدیکی همینجاست فرود اومد. ظاهراً هدف مرکز تحقیقات هسته‌ای شیمون پرز در دیمونا بوده که خب حالا این 2 موشک رد شدن و اینجا به این مناطقی که مسکونی هستن به زمین رسیدن. بیش از 200 نفر به بیمارستان ها منتقل شدن. بسیاری زخم‌های سطحی برداشتن، اما بسیاری دیگر هم بودن که در حالت در واقع میشه گفت شرایط بدی دارن، شرایط بد جسمانی دارن. اما همین الان که داشتیم در مسیر جاده می اومدیم 2 بار مجبور شدیم که ماشین رو بزنیم کنار، زیر یک پل پناه بگیریم. صدای آژیر از گوشی‌هامون به بلندترین شکل ممکن شنیده شد و همه زیر پل‌ها پناه بردن. یه موشک در فاصله شاید 100 متری پشت ما در خیابان فرود اومد. بعد فهمیدیم که این موشک و باقی مانده یک موشک دیگر در تل‌آویو خساراتی رو به جا گذاشته. اونجا هم 9 نفر رو زخمی کرده. به محض اینکه ما در راه خروج از تل‌آویو بودیم، اونجا هم امروز صبح هدف گرفته شد. نقطه‌ای نیست پرهام که در اسرائیل مورد هدف موشک‌های ایرانی نبوده باشه.